گفتن که یه خبر خوشی برات داریم. 9 ساله که چشم به راه این دیداریم. من از وقتی کوچولو بودم تا پولو بودم منتظر این دیدار بودم. دارم به این آرزوم میرسن. حسی که دارم واقعا باورم نمیشه هنوز. حسی که الان دارم بیشتر یه حس دلشوره است. یعنی نمیدونن کالباس با خیارشور میدن یا سوسیس با کلمشور. یعنی دلم شور میزنه. خودتان را بسازید. خودتان را بسازید. همشاگردی هایتان را هم بسازید. این جمله رو آقا تو خماری گفت. منظورش این بود که اول خودتون رو بشانجید بعد منو بشانجید. من اگر بگن فردا مثلا میخوای بری سر یه کاری، دوست دارم که در آینده ما ترجیح میدیم که یه طلبه و متخصص علوم دینی باشیم. والا هر کسی یه استعداد داره. یکی استعداد طلبگی، یکی استعداد مهندسی، بعضی هم از همون بچگی مثل سرلشکر فیروزآبادی استعداد چاقی دارن. خودتان را بسازید. همشاگردی هایتان را هم بسازید. خودتان را برای کشیدن بار سنگین مسئولیت این مملکت با کشیدن سایر نشجات در راستای فراموشی دردهای نظام را بسازید. پدر عزیز و مهربانم، میدانید چند سال است که از زیارتتان رسیدیم. 9 سال است که در این حسینیه به زیارت شما نیامدیم. میدانید آقا جان، میدانید مشغله‌هایتان بیشمار است، اما مولا جان، سرور ما، به فکر دل ما و همکلاسی‌های ما. با سلام به مقام عظمای ولایت مد زربی و بامی و پشمک. آقا جان، میدانم که مشغله های شما بیشمار است، اما بی زحمت اینها را هم بشمرید. ترکیدی دستوری ادامه داره. زهرخوری هم به حول قوه قلمی به راهه. بلالی نیست جز دوری امام که به زودی شما هم میرید دستبوسش. پیشاپیش رحلت جانسوز، جان گداز، جان کا، جان اف کندی، جان فورد، جان تراولتا، جان وین، جان نثار، جان جونم بیا، دورت به جونم بیا. معذرت میخوام. تصل از مینمون ضمناً سلام ما رو به امام برسونه. اگه بشه زود زود بیایم ببینیم میتون بریشتون بخندیم. به بچه هایی که نیومدن سلام منو برسون.